حتی یک دعا نکردی. چرا؟ رفتی در خواهشات نفسانی اونجا مبتلا شدی، نمازم نخواندی، روزم نگرفتی، هیچ نوع کمک نکردی. آلی حق داری که بیا، الا تفنگ سالاریست، الا تفنگ سالاراست، الا تفنگ سالارا ایمان بیچارا بگوی همه چیزی خود باختن. اتر غلامی از یا جور شده که خود شور داده نمیتونه. اوی غرب این قدر هوشیار بود که امی جنابا را چی کردن؟ زمینه را برش مساعد ساختن. اگر کل کابل فروختن، گفت پاچا را گفت نه در محکمه نکشان شد، بون که پیسیش زیاد شود، تجارت ها را شروع کنه، شرکت ها جور کنه که سبارز برش بگیم که چطور میشه شرکت تا لغو کنم یا تسلیم هستی، که باز بگه نه بدو دست سلامی برات خو شرکتی بر از بین نبر، شرکتی بر از بین نبر. همون ترکت هانی کلان کتک مجاهدین. خبر داری کفار چقدر نیرنگ داره؟ از دو که در لکس موتر نیست برش آلی داده. آلی بیچاره یک شب در سری کوی پغمان تیر کرده میتونه؟ نه، پدرش تیر کرده نمیتونه. او تلخانه سابق تناب در پنشیر چی بود؟ تلخان بود میخورد که در کوها تیر کرد. آلی رفت در دوبه شبای خود تیر میکنه. آلی که هر نازک نعوذ بالله دنیای غرب بزنی برش میگه بله میره بانی کن، چه قسم عمل کنم. او گپا رفت از دو طرف. قرآن کریم واقعات مکمل برملا می سازه، برای ما بیان میکنه که اینی طور حالتا آمده نیسته. حالی از او جنابات توقع نداشته باشه که یاد در سر کو بره مقابله بکنه. نه از مقابله رفتن، خلاص شدن. چرا؟ دستشان در زیر پای کی قرار داره؟ قدرت های بزرگ قرار داره. حالی دی اختیارات سویچ بگوه، سویچ کردن در دست کیست؟ دیگر هاست. در پارلمان هم که میرسه سویچ در دست ازوست. کامیابیت کنم یعنی مخالفتی سیاستی مرا نکنی که باز کامیاب نمیکنم. خو صاحب، هر سیاستی که تو میگی. امروز تقسیمات شده پارلمان ما، کسی غلام ایران، کسی غلام پاکستان، کسی غلام روسیه، کسی غلام امریکا، کسی غلام انگلستان. هر کدامشان چینل داره، از همون چینل اداره میشه. همونطور نیست؟ اراده و استقلال و خودکفایی داریم؟ وجود نداره. کم دسیسه های دنیای کفر برای ما جور نکرده، بر عنوانای مختلف. مولای ما هم خریده، ماموری ما هم خریده، وزیری ما هم خریده. عجیب گپ است. آدم نمیشه. این در دهاتا و در قریه هم اون استراحت کردن، اربکی پیدا شد. بزنیم قریه والا، چارخانش طالب است، چارخانه دیگه چیست؟ بگه اربکی. همه روزه زدن است. نه کار است، نه روزگار است، نه مکتب است، نه تعلیم است، نه تدریس است، نه آبادی است. یکی به دیگه نشسته است در سنگر که شور میخوره، تخ نگذار. 10 سال بعد مردم بیسواد، تعمیر نشده، امو ویرانی، امو دشمنی، امو جنگا، امو گپا با امو حالت ما را رسانده و میرسانه، دیگه هم میرسانه. حالی و میدانن میگه سال 2014 نیروهای خارجی میبره. چرا میبره؟ خبر داری؟ میگه اینطور خوب لشکر پیدا کردیم که در بین خود زده بره. اگر کشته شده هم فایده ما، هر جانب که کشته میشه فایده ماست. ما خود چرا در قتل دادیم؟ از اون جمعی میجه در قتل خود دادیم. فقط پیسره برشان رایی کو. یکی او جبهه که ضعیف میشد به او رایی کو، باز او جبهه که ضعیف میشد به او رایی کو. او از یک رایی کو، این از دیگر را. کمک از یک منبع میشه. خود تنها چیست؟ بگوی ذریعه گرفتن فرق داره. ذریعه یکیش از یک بانک میگیره، دیگهش از دیگه بانک میگیره. اونو طور کرده بره ادامه باشه. حالی دیگه او کارا میشه. الله متعال چی میگه؟ الله متعال مسلمانان را خول گفت بیدار باشه در مقابل کفار. جهاد علنی، موقعی که از جماعت میشد گروپ بازی کنه که موقع عمومی بود. عمومی فلیقاتل فی سبیل الله الذین، خود جهاد هر کس کده نمیتونه. این بری خود همت کار داره، غیرت کار داره. فلیقاتل جهاد بکنه فی سبیل الله، در راه الله، نه برای قومیت، نه برای مذهب، نه برای تنظیم. مقاومت ها خیلی زیاد شده در وطن ما، اما به خاطر رضای الله نه. سمت بازی است، تنظیم بازی است، قوم بازی است، هست یا نیست؟
ملا امام قطعی نمو دلی خود استاد است. الله میگه در راه الله جهاد کنه. کدام مردم؟ کسایی که جذبه ایمانی داره، اخلاقی خاص برای الله، اخلاص خاص برای الله داره. و کسایی که الذین یشترون الحیات الدنیا، و کسانی که میفروشن زندگی دنیا را، مال متاع دنیا را، خواب راحت دنیا را، ناز نعمت دنیا را، کش و فش دنیا را، بیلدینگ موتر، غم و پروای از یا کل شی یکیش نداره، این را میفروشه. بالآخرت، در مقابل کی؟ آخرت. جهاد هر کس کرده نمیتونه. کسانی کرده میتونه که این نعمتهای دنیا را برش به اندازه یک چیز تا پریکام حیثیت پیدا نکنه. آخرت پیشش بزرگ شد. آخرت میگه همه چیزی هست و بست و زندگیم رفته باشه، خب اما ما سر قربان کنم به خاطر اعلای کلمت الله که نظام الله حاکم شود. الله چی میفرماید؟ ای مجاهد که برآمدی غمی متاع مال متاع دنیا و زندگی دنیا، کش و فش و وزارت و ریاست نکردی، میفهمی که چی کامیابی داری؟ حتما کامیاب هستی، ناکامیش نیستی. از امیالی کامیابی نوشته شد. این امتحان پانتون واری نیست که پسان معلوم شه، از حالی معلوم است. اطلاع نامه کامیابیت از امالی بگی. چی رقم بگی؟ و من یقاتل فی سبیل الله، کسی که جهاد میکنه در راه الله، فیقتل، کشته میشه، او یغلب، یا غالب میه، فسوف، در هر حالت، نؤتی، برش میدیم، اجرا عظیما، اجر و پاداش خیلی بزرگه. چرا؟ فیقتل، کشته شوه، شهید است. شهید الله متعال مقام و منزلت برش داده. او مقام و منزلت برش داده که وقتی الله به شهیدا میگه چی مانده دلتان مانده، الا کدام نعمت براتان بده؟ میگه الله نعمتا بس است، کلگی بر ما رسیده، یک آرمان داریم، پس ما در دنیا برویم، باز در راه تو کشته شویم، شهید شویم. این لذتی که در اینجا ما حاصل کردیم دیگه پیدا نمیشه به جز از اینکه پس در دنیا بریم و در راه تو کشته شویم. این مقام برش حاصل است. یا ایست که غالب میه، امرای غنیمت ها، امرای گردنی نمی قدر بالا، پس بگر طرفی خانید، آلی بزنید بگو که بستره را بگذار زن، چای دم کو. آلی بغیرت است. چرا؟ به خاطری که دفاع از حق کرده ای. دفاع از حق کرده ای. ملالی که اشعار خوانده در کتابای مکتب شما خوانده نی؟ واقعا همونطور است. اشعار خوانده در زمان پیامبر علیه السلام هم زنا همینطور اشعار می خواندن. زنای کفار هم کفار خود ترغیب میدادن، گفت نه ما سینه خود براتان نمیدیم، در بستر ما خواب کرده نمیتونی تا وقتی که مقابله نکنی. خب الله متعال میگه این خود مرتبه و فضیلت جهاد شد. وظیفه مسلمان همیسته خود جهاد بکنیم. علتش موجود است که جهاد بکنیم. انگیزه و برای جهاد وجود داره، بله. و مالکم چی شده شما را؟ چرا بیدار نمیشه، هوشیار نمیشه؟ و چی چیز مانع است برای شما؟ لا تقاتلون فی سبیل الله، که شما جهاد نمیکنید در راه الله، در حالی که ضرورت برای جهاد موجود است، علت برای جهاد موجود است. کی چیسته؟ والمستضعفین، مردمایی که ضعیف شمرده شده، زیر شکنجه، زیر ظلم و زیادت کفار قرار داره، من الرجال، از مردا، و النساء، از زنا، والولدان، از اطفال، الذین، هم طایفه ها، یقولون، که در دعای خود همیشه میگه ربنا، پروردگاری ما، اخرجنا، ما را بکش، من هذه القریه، از یک قریه، از ظالم اهلها، که اهلش ظالم است. یعنی سری از وا فشار آمده و مردم ها حتی توانمندی هجرت هم نداره. واجعل لنا من لدن، که دعا میکنه میگه یا الله بگردان از جانب خیش بر ما، ولیا، دوستا، نصرت کننده را، یعنی کارساز بر ما بگردان که کاری ما جور شوه. واجعل لنا من لدن، که بگردان برای ما از جانب خیش نصیر، امداد کننده. ضرورت جهاد وجود داره تو خوکده ای. زنی که در بوسنیه، ارزوگوینا سرش تجاوز میشه، مسلمان ها در داده میشه، در برما، در چچن تانگا سرش چیسته، مسلمان ها سرش قطی تانگ جغل میشه، در فلسطین تمام روز مسلمان ها کشته میشه بنا، در کشمیر امیر رقم، در افغانستان امیر رقم. این مردم ها بیچارا در زیر فشار کفار بند مانده، در زندانا انواع تعذیب میشه، مردا، زنا،
او دعا میکنه که یا الله ما را از این قوم ظالم نجات بده، او تو کارای تا تجارتای تا بکن. خب هستی ضرورت جهاد وجود داره، اما تو مقاومت نمیکنی، نمیخیزی، در قلبت نمیگرده. کاش یک دفعه از زندان، کدام زندان است در عراق؟ ابو غریب برش میگه، ابو غریب. حالات زندانی از واره یک دفعه تو مشاهده بکو، باز بگو که این دنیای غرب حقوق بشر را میشناسه یا نمیشناسه. این دعواگرای حقوق بشر چی رقم حقوق بشر داره؟ ها؟ وقتی که سگ تربیت شده را بالای یک زندانی اعلام کو، آیا او تصویرها را نمیبینی که سری زن مسلمان سگای نعوذ بالله که زنا میکنه سری زن مسلمان اعلام میکنه؟ دمی افغانستان دور نرو، آیا از دل تو میبره که شب این کفار داخل در حالی که کالا کشیده باشه از خواهر مسلمان و این کافر داخل میشه، دروازه را میده میکنه، تق تق هم نمیزنه، ناگهان داخل میشه. در روز قیامت به الله متعال چی جواب داریم؟ لااقل یک خط روان کرده نمیتونیم که ای پارلمان، ای رئیس جمهور، ما نیروی خارجی را دیگه در این وطن نمیخوایم، خودم میخیزم از این وطن دفاع میکنم، از نظام دفاع میکنم، اما نیروی خارجی را نمیخوایم. تفنگ دمه بده، من استاد میشم، با طالب میشینم، مجلس میکنم، چی ما ناتقسیم است، چی میخوایی؟ ما چی میخوایم، تو چی میخوایی؟ خلاص موضوع حل است. اما نیروی خارجی را نمیخوایم دیگه. این برداشت نمیتونم که سری خانه مسلمان برادر مسلمانم شب این موزای بگه رنگ خط داخل شوه، نمیخوایم شه. هست کدام پیام در پارلمان رسیده؟ قرآن کریم براتان میگه، الله متعال میگه انگیزه جهاد وجود داره. ظلم به سرحدی است. در برما نمیبینی که مسلمان ها را در میده زنده؟ دیدیشه و ندیدیشه؟ در سوریه جناب بشار اسد خبیث کدام انواع ظلم نیست که نکرده، اما همون طایفه هایی که داد از اسلام میزنه به خاطر از اینکه در مسلک و مذهبش است از او دفاع میکنه، از او مسلمان های مظلوم کسی دفاع نمیکنه. از افغانستان تانم به خاطر دفاع بشار اسد از افغانستان هم نفر رفته، در اونجا کشته میشه به خاطر که هم مسلکیش است، تو مسلمان خوکه. تعجب خود در اینجاست، اگر در کویته از مسلکش کسی کشته میشه، اینجا خیمه در سرک زده شوه، اعتصاب شوه. اما اگر در فلسطین و در سوریه مردم ملت خونش روان میشه، یک صدای پشتیوانیم از پیشش نشوه. عجیب اسلام است. اسلام است یا عصبیت؟ بگوی قوم پرستی، مذهب پرستی است. اسلام نیست، اسلامی را نمیگه. آفرین به او. عجیب است که او خود امی قدر عصبیت داره از قومی خود، از مذهبی خود. وزیری تو چی کرده؟ یک دفعه آواز شنیده؟ لااقل یک اعلامیه را نشر کرده که ما از مردم از ولس مظلوم سوریه چی میکنیم؟ پشتیبانی میکنیم، در غم قطش یکی هستیم. ببینی عالی، به الله قسمی زندگی ما مکمل بازخواست میشه، مکمل یک بازخواست میشه. الله تعالی بازخواست میکنه. چی کردیم؟ لااقل دعا کردیم دیگه کفاره بگذار. قرآن برات میگه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. چرا جهاد نمیکنه کسایی که مؤمن است؟ جنگ میکنه در راه الله متعال برای غلبه اسلام، برای اعلای کلمت الله. مسلمان همیشه جنگ برای به این خاطر میکنه، هیچ مقصد دیگری نداره، هدف دیگری نداره. دیگهش والذین کفروا، کسانی که کافر هستند، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، و جنگ میکنه در راه طاغوت. طاغوت خو پیش گفته بودیم، هر چیزی که به ناحق پرستشش کرده میشه، عبادتش میشه، پیرویش میشه. امروز از امریکا پیروی میشه به ناحق، کل مردم تسلیم عزیز طاغوت است. این گپی ماست یا گپی قرآن؟ پس کسی که میگه که میایه دنیا میایه برای امنی مردم، برای آرامی مردم، جبهه ها جور کرده، هر جای جنگ میکنه، قرآن تکذیب میکنه.
قرآن میگه که کسی کافر است در راه طاغوت جنگ میکنه، برای آرامی تو جنگ نمیکنه. ناتو امروز برای آرامی تو جنگ نمیکنه. چرا نمیکنه؟ قرآن میگه والذین کفروا، کسایی که کافر هستند، یقاتلون، جنگ میکنه فی سبیل طاغوت، در راه شیطان، در راه از اینکه اسلام محو شوه، در راه از اینکه غیر او چیزی که نعوذ بالله ظلم میخواه از وا اطاعت کرده شوه. مومن در راه الله جهاد میکنه. فقاتلوا اولیاء الشیطان، شما جنگ کنی با امرای دوستای شیطان و کسایی که راه نقشه های شیطانی را پیاده کرده رایست، نقشه سلمان رشدی را، نقشه که مسلمان ها در جای عذاب داده شود، نقشه که اسلام بیخی از نقشه دنیا دور شود، نقشه که کسایی که قرآن در آتش مندازه، در کمود مندازه، نقشه های از وا بلند شود، کسایی که پیغمبر تو را کاریکاتورش جور میکنه، توهین میکنه. فقاتلوا اولیاء الشیطان، جهاد بکنی با امرای دوستای شیطان. نمیتونیم، اسلحه زیاد داره، نیرو زیاد داره. الله متعال میگه ای مومن، اینطور اسلحه داری که واقعا نداره و پیدام کرده نمیتونه. اسلحه تو نیروی ایمانیت است. اتکا بالای الله متعال. این کید الشیطان کان ضعیفا، نقشه ها، دسیسه های شیطان، پلان های شیطان، لشکرهای شیطان کان ضعیفا، هست ضعیف، بیکار است. میزنه خود کامیاب نمیشه. کامیاب شده. روس با او جوش و خروش خود سر افغانستان آمد، کامیاب شد. افغانستان مقبره برای لشکرش جور شد، الحمدلله. خب کمونیسم نظریش در دنیا شکست خورد، بلکه شکست از او سبب آزادی ملت ها شد. ملت ها یاد گرفتن که افغانای بی سر و پا، پایلوچ و سرلوچ، بر قدرت جهانی در زانوشان. دیگه مردم که نیرو داره. امروز چرا کره شمالی تسلیم امریکا هم نمیشه؟ اینقدر تهدیدا میشه. استاد است. افغانی ها ما خوب رقم سلا داریم، افغانی هیچ چیز نداشت، بر قدرت شکست داده. ما چرا مقابل امریکا را نکنیم؟ هر قدر که زور میزن امریکا، نه، کره شمالی تسلیم به امریکا نمیشه. این درس از افغان ها یاد گرفته. اگر وا مسلمان می بودن، الله اکبر، او نه. چرا؟ اعتماد ما مؤثر اسباب است یا الله؟ اسباب، در اسباب تاثیر کی انداخته؟ الله اینطور کنه که بم بیم 52 در جای نرسه، برسه انفجار نکنه. زمانی که ما رخی خود طرف الله کنیم، باز میبینی که امی طیاره بی پیلوتیش از جای خود حرکت کرده نتونه، امی سیستم کامپیوتریش مکمل فلج شود، جای بجای. الله میتونه، قدرت داره. شرط است که مؤمن توجه به سوی الله بکنه. الم تر الی الذین قیل لهم، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام علم برات حاصل نیست از او مردمایی که قیل لهم برشان گفته شد کفو ایدیکم، بند کنید دستایتانه، و اقیموا الصلاة، نماز قائم کنی، و آتوا الزکات، زکات بده. آلی دعوای جهاد بازی را نزنی، بان وقتش میرسه. نه او مردم آرام نبودن، چرا جهاد نیست؟ الله متعال میگه چطور شد؟ جهاد که آمد باز چی کرده؟ امون نفر که میگفت که الله شهیدی را نصیب بکن، وقتی که میگه در جنگ گیر آمد گفت الله امیم دفعه خلاص کن، دیگه نخواد در زبان خود شهیدی را بیارم. خود طوری مسلمان ها نباشه. در ابتدای اسلام الله متعال مسلمان ها را فرمان به این داده بود شما ذهن سازی بکنه، مردم سازی بکنه، تا که شما یک مرکز اسلام پیدا بکنید. در داخل مکه شما جهاد کردن نمیتونید. چند تن هستی، معاصر هستی، در خانهایتان هیچ نیرو ایگپارم نداره. از او خاطر در اینجا چی بکنه؟ دست در جهاد، در دامن جهاد نزنه. اینجا نماز قائم کنه، دعاها بکنه، و آتوا الزکات، زکات بده، در راهای درست مصرف کنه، مردم از ذهنیتش جور بکنه. بله، زمانی که امر هجرت شد، حکومت اسلامی در یک جای شکلگیری پیدا کرد، اونجا باز دیگه در میدان جهاد برای. خب یک تعداد مردم قبل از اینکه در اون مرحله برسه میگه نه، چرا جهاد سر ما فرض نمیشه؟ الله متعال میگه نه، جهاد فرض شد. چطور است؟ آنقدر ترس شما را فرا گرفته بود، از الله قنا میترسیدی که از مخلوق میترسیدی. دیدی؟ زوره. اینطوری نکنه. خدا یک دفعه آماده کنه، بعد از او باز این گپا را بکنه.
بازوجا میگفتی لولا اخرتنا الى اجل قریب. چرا این جهاد یک کمی یک مدت پسان نمیشد؟ الله برش میگه که نه، الله که کدام حکم میکنه مناسب است، مناسب زمان هم است، مناسب حال هم است، مناسب مردم هم است، مصلحت هم است. امر الله را عملی کردن، پیش دستی نکردن که چرا اینطور نشد. نه، الله متعال مصلحت ها را میدانه. جهاد در کدام سال فرض میکنه، چه قسم فرض میکنه، الله خود میدانه. به حکم الله تسلیم باشه، از خود عقل جنگی نکنه. عقلایتون بسیار ناقص است، درک حقیقت ها را کرده نمیتونه. الله میگه الم تر الی الذین، اول اصلاح نفستان بکنی، باز بعد از او خواب توان مقابله را که پیدا کردی که خب پخته شدی، بعد از او باز در جهاد برو. تو تعالی را ایمانت خب محکم در قلب نشده و دست دا چی کردی که حالا جنگ چرا جهاد چرا نمیشه؟ الله متعال چرا جهاد؟ آمادگی قوی موجود نبود. آمادگی باید باشه بعد از او جهاد شوه. تعالی را خود اصلاح نکردیم. الم تر الی الذین، تو نمیبینی پیغمبر علیه السلام به او کسانی که قیل لهم، در وقتی که حکم جهاد آمد برشان گفته شده بود کفو ایدیکم، دستتان بند کنید، دست به جهاد نزنید تا فی الحاله، به خاطری که تعالی را زینسازی نشده، زمینه مساعد نشده، حالات تقاضای زیر داره که حالی دست به جاغه امرای کفار نشوی. یک چیزی وقتی دیگه بکار است، اسباب وسایل آماده شوه، مردم هم ذهنن آماده شوه، یک مرکز اسلامی برقرار شوه، بعد از او شما جهاد بکنید. و اقیم الصلاة، نماز قایم کنه، آل ذهن سازی خود بسازه، نماز درست ادا بکنه. چرا؟ رابطه انسان با امرای الله توسط نماز قایم میشه، خود با امرای الله رابطه تون قوی بکنه. و آتو الزکات، زکات بده، با مخلوق هم رابطه تون قوی بسازه، با مردمای مستمند و حاجتمند زکات بده تا که قلب از و مایل شوه به سوی اسلام، لااقل به ضد اسلام خو نخیزه اگر قطع امرایی نمیکنه. فلما کتب علیهم القتال، هرگاه که فرض کرده شد بالایشان القتال و جهاد، اذا فریق منهم، ناگهان یک جماعتی از یا یخشون الناس، نه اینجا باز مفسرین میگه ناگهان یک جماعتی از یا میترسیدن از مردم، بالفعل ترسیدن از مردم داشتن. چرا که نفاق در قلبشان موجود بود، فکر میکردن، اعتمادی قوی نداشتن در دلشان، اعتماد بالای الله نداشتن، زور و کشوفش ظاهری کفار دیدن، فکر کردن، اینطور ترسیدن. اذا فریق منهم، ناگهان یک جماعت از یا یخشون الناس، از مردم از کفار میترسیدن، که خشیت الله، به مثل ترس از الله، مثل که از عذاب الله میترسید، از کفار میترسیدن. او اشد خشیه، یا از او کدم خیلی ترسشان زیاد بود، سخت بود. چرا؟ به خاطری که از الله امید رحمت و مهربانی را داشتن که معاف بکنشانه، اما از دشمن که کافر بود از این هیچ نوع امید شفقت و نرم دلی را نداشتن، از او خاطر سخت میترسیدن. مفسرین میگه که مراد از این اما کسای منافقی بود که قلبشان در ظاهری دعوای ایمان داشتن، اما در قلب ایمان جاگزین نشده بود. الله متعال که جهاد از اول فرض به خاطر نکرده بود که منافق در گروپ مسلمانای واقعی نباشه. چرا؟ منافق در عین سنگر پس میفهمی که گریز میکنه و این سبب پایین آمدن مورال مجاهد میشه، سبب شکست لشکر میشه. الله متعال میخواست که جهاد زمان فرض شود که مجاهدین کلگی یکسان باشه، خب ایمان قوی داشته باشه. تا او وقت یک مرحله آزمایشی پیدا بشود که منافق و مجاهد با هم فرق میشد. و قالو، گفتن ربنا پروردگاری ما لما کتبت علینا القتال، چرا سر ما جهاد فرض کردی؟ لولا اخرتنا، چرا به فضل احسان دیر پسان میکردی؟ الی اجل قریب، تا یک تاریخ نزدیک. امو مردم تا دین روزه منافقین همو طور است، در حالت راحتی طور لاف میزنه. تو بگویی که چی میگه؟ و چاپلوسی زیاد میکنه. در مو وقت راحت میگفتن که وی 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 که جهاد فرض میبود که آلی ما یک خوب شاهکاری را نشان میدادیم، موقعی که باز بیایا هزار سوراخ طلب میکنه، جهاد میهاد نیست.
اینی مردم بود که در ظاهر وانمود میکرد که ای علمبردار اسلام نمیسته، دلسوز اسلام همیسته. الحمدلله ما اینمی قسم مردم چی کرده روبرو شدیم قطش خود. یک کسی بود در یک مجلس قطم برابر شد، وای 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 اتر وانمود میکرد که اوه بسیار دلسوز اسلام تنها اینمی مردک است. همین میگفت که چی میگفت برای من؟ مولی صاحب الله تو را خیر بده خو